به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متاع خانه اوست. بیننده های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی چراغ هدایت مهمان خانه های شماست و در صحبت ما استاد عزیز معاون رئیس شورای علمای دینی ولایت سوخت استاد خواجه میر. استاد خوش آمدید میگم. ما این نوبت همراه استاد یک موضوعی را مطرح میکنیم که واقعا بسیار مهم مبرم است و این در مورد شناخت است. شناخت حق استاد آن نفری که اولی مراتب دستی ما را گرفت و علم آموزانید، راه تعلیم را فهمانید و ما را دانا و خوانا کرد. استاد عزیز، سوال نخستینی من از یک همان بیت بسیار مشهور آغاز میگیرد. میگویند که حق استاد از پدر بیش است و از پدر استاد در پیش است. و اسلام عزیز این مسئله به چی گفته است؟ تعلیمات قرآن خداوند چی گفته است؟ خب، به نام الله بخشنده و مهربان، درود و رحمت الهی به حضرت محمد مصطفی علیه السلام. حقیقتا اسلام عزیز احترام استاد را از همه بلند گذاشته است، چون که ما به آیات های قرآن نگاه میکنیم و به احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم و به آن نصیحت های صاحب مذهب خود، پیشوای مذهب خود امام ابو حنیفه نگاه میکنیم، این چیز را درک میکنیم. پیش از همه خداوند در آیات های قرآن احترام استاد را بیان میکند. در یک آیت کریمه خداوند میگوید که قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. پروردگار احترام استاد و پیغمبر بیان میکند در قرآن که به امتانت و تمام انسانیت این چیز فهمان که آن شخص هایی که میدانند از شخص هایی که نمیدانند در کدام علمی که باشد مرتبه ویها بلند است. انا همین آیت کریمه یعنی عزت و احترام استاد از همه بالا میگذارد. در یک حدیثی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مرحمت میکنند از حضرت عثمان ابن عفان روایت شده است. حضرت عثمان میگن که پیغمبر خدا گفتن که خیرکم من تعلم القرآن و علمه. در این حدیث که صحیح حضرت عثمان که از جناب رسول الله روایت میکنن، پیغمبر خدا بهترین صاحب مرتبه‌ترین انسان بیان کردند که بهترین شما آن انسانی هست که قرآن را آموخته است و قرآن را به دیگران درس میدهد. اکنون در این شرح حدیث محدثا چی میگن؟ میگن که گرچنده که در حدیث قرآن عظیم شان آمده است، البته قرآن این کتاب الهی است، این سخن الله است، این مخلوق نیست، اما کدام علم منفعتناکی که از آداب و اخلاق کسب سر می شود، همه ویها شمول همین حدیث هستند. یعنی بهترین آن انسانی هست که در حدیث قرآن آمده است. در شرح حدیث علماها میگویند که همون علم منفعتناکی که برای جامعه، برای منفعت، برای هم دنیا و هم آخرت انسانیت ضرور دارد، تعلیم دادن همون علم بهترین کار است و تعلیم دهنده همون علم بهترین انسان است. از همین لحاظ استاد معلم خداوند در قرآن عظیم شان در حدیث پیغمبر که اینقدر مرتبهش بلند ذکر کرده است، در یکی از وصیت های خود صاحب مذهب ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و شاگردانشان که کردن، گفتن که شما پیش از استاد قبول کردن از الله سبحانه و تعالی دعا کنید، استخاره کنید که شما را در یک دست استاد یعنی با آداب و با اخلاق مکمل خداوند یعنی دچار گرداند، یعنی نصیب گرداند. حتی بینید که صاحب مذهبی ما چی میگن که استاد اینقدر مرتبهش بلند است که و به واسطه استخاره از خداوند طلب کنید که خداوند برای من یک استاد یک فرستان که و استاد برای منفعت دین دنیای من باشد. خب دیگر در همون دوام وصیت خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن که حق و حقوق استاد مادامی که خداوند در قرآن بلند برداشته است
و در حدیث پیغمبر که از حضرت عثمان و در دیگر حدیث ها روایت شده است اینقدر بلند هست. باید که شناختن حق استاد باید که ما بجا بیاریم. گفته در دوام وصیت خود کدام کارها سبب یا که حقیقت شناختن حق استاد است ان شاء الله بایها رو گفتم بگذاریم. بله تشکر استاد. و راستی چون از تعلیمات مذهب حنفی اساسگذار این مذهب که امام ابو حنیفه هستند و امام ابن ثابت، این پیش از همه در این مورد پیش از همه اول پیش میگیریم تعلیمات پیامبر دین مبین اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که زندگیشون خود یک نمونه عبرت بود برای اون که هر یک لحظه زندگی پیامبر اگر مشاهده کنید هر یک رفتارشون یک سبق، یک پند و احترام اون کس به استادای زمان خودشون چگونه بود استاد؟ حتی در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اسلام نازنین با واسطه پیغمبر که پهن شد و قرآن که نازل شد، پیش از نزول قرآن دیگر علماهایی که اهل کتاب بودند، اهل تورات بودند، اهل انجیل بودند، پیغمبر خدا و پیروان همانها، چون که ویها پیش از آمدن قرآن به ویها عمل کردن جایز بود و از نزول قرآن که منسوخ شد، پیغمبر خدا تا نزول قرآن در زمان جاهلیت اهل علم و ادب همان وقت را بسیار هم احترام میکردن. حتی در بسیار روایت ها وقتی که یکی از همان زوجه مبارکشان حضرت خدیجه که عمکشون عبدالله ابن ام مکتوم بود، یعنی یکی از آدم هایی بود که بسیار هم زبان عبری را علم تورات بسیار هم خوب میدانست. اما که حضرت خدیجه وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در کجا که میدیدن نسبت وی احترام بلند میگذاشتن که تو از علم کتاب های آسمانی با خبر است، خبری گفته وی را بسیار هم مقدم میگذاشتن. حتی می آمد از پیشش میخواستن، حتی به مریض میشد بیمار میشد دیدن. این تا زمان نزول وحی پیغمبری بود. همین هم سبب شد که وقتی که خبر اولین وحی پیغمبر که نازل شد، این در با خبر حضرت خدیجه ام المؤمنین مادر ما که با خبر بودن، رفتند قصه اولین نزول وحی به پیغمبر چه خیلی حالت به وجود آمد، همین به همون عبدالله ابن مکتوم به عمکشون گفتن که امروز محمد آمد در حالت طبیعی نیست، آمد از غار بسیار در یک حالت ترسان، در یک حالت وهم واهمه، زمیلونی گفت منه پوشانم ای خدیجه من در ترس و هراس هستم. تو قصه اولین نزول وحی در غار حرا یعنی بیان کردن. از بس که از کتاب های علم آسمانی که این کس با خبر بودن و حضرت خدیجه گفتن که ای خدیجه نترس و محمد گوی که اون واقعی که به محمد یعنی صدور پیدا کرده است و به وقوع پیوسته است، این تشبیه به واقعه هایی که به پیغمبرهای پیشکی به وحی می آمد و به همین چیزها دچار میشدن به مانندی دارد، به همین حالت به همین حالت مانندی دارد. یعنی از سبب با علم بودن، با خبر بودن از علم آسمان، کتاب‌های آسمانی که خداوند پیش از نزول قرآن این صفات‌های پیغمبری که در تورات و در انجیل بیان کرده است، این کس که می‌دانستند به حضرت خدیجه این خبر خوش دادند و این چنین به محمد گوی که محمد نترسد، چون که آن خصلت‌هایی که در وی هستند هیچگاه خداوند وی را نمی‌ترساند. یکمش همین که محمد به خویش و تبار و اقرباش رفت و آمد داشت و این چنین محمد اهل علم و علماها را، یعنی علم‌هایی که کتاب صاحب کتاب‌های علم آسمانی هستند همونها را احترام می‌کند. از همین لحاظ به محمد گوی که در وی یگان ترس و بیمی نیست. بله تشکر استاد. چون ما گفتیم که موضوع صحبت ما در مورد شناخت حق استاد است، چون از زمان پیامبر آگاهی پیدا کردیم که واقعا رسول اکرم به اهل علم بسیار با توجه بودند و حتی علمان تا زمانی نبوت به دست گرفتن رسالت و حتی بعد اون مثلا علمان را بسیار احترام میکردند و با چون زمان آمادگی به برنامه وقتی از موضوع برنامه آگاهی پیدا کردن یک نفر خواهش کردن که یک نفر بیننده ما
یک سوالی را وابسته به همین موضوع برای شما ارائه کرده باشم. در مورد شناخت استاد، حق تربیه اون. یک نفر بیننده ما میپرسند که اسلام کدام استاد رو میپسندد، سختگیر یا ملایم سخن و مهربان؟ و دویم سوالی که اون کس پرسیدن در مورد حکمتی گوشتش از شما و استخوانش از من گفتن چی معنا دارد؟ وقتی عادتا شاگردان رو به نزد استاد میبرند، فرزندانشون رو از قدیم یک عباره، یک حکمتی بود که میگفتن که استاد عزیز اینا گوشتش از آن شما، استخوانش از آن من. این چی معنی داره؟ حقیقتا حاضر ما همون برای شناختن حق استاد شاگرد کدام کارها را بیان کند که امام ابو حنیفه زیاده از 10 چیز بیان کردگی هستند. وقتی که ما همون چیزها رو میگوییم، ان همین سوالی داده شدگی هر دوشم در مابین ان همین چیزها ذکر کرده شده است. ان شاء الله این حق و حقوق میگوییم، بعد از به سوال از این چیزها یعنی خلاصه کرده به سوال جواب میدیم، با فهم‌تر میشه. یکم همین که حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه برای شناختن حق استاد یک پندنامه نوشتن. در همون پندنامه اول میگویند که پیش از همه شخصی که میخواهد که به یک استاد شاگرد شود، از خداوند دعا کند، استخاره کند که خداوند وی را به یک استاد، یعنی استاد مناسب، استادی که گفتارش و کردارش طغری است، به همون استاد یعنی خداوند نصیب دار گرداند. این یکمشون. دومش همین که حضرت امام ابو حنیفه گفتن که به شاگردانشون که شما در نزد استاد و مانند یک بیماری که طبیب رو انتظار هست، شما ان همین طور استاد خود باید که انتظار باشید. یعنی چطوری که یک بیمار میشه و محتاج هر لحظه به طبیب هست که از همون طبیب یک علاج خود، یک بیماری خود سبک کند، طالب علم هم نسبت استادش باید که ان همین به مانند مریض، به مانند کسلی که در اشتقاق طبیب است، باید که همین خیلی باشد. به قول طبیب اینقدر با دقت گوش میکنیم که های اگه باشه همه گوش میکنیم. علم همین استاد علم همین. سومش همین که حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتن که وقتی که در نزد استاد میشینید، با مانند در نزد دیگران شدن باید انسان نشیند. در نزد استاد که میشیند با یک احترام خاص شیند. حتی گفتن در سیمای استاد، در سخن استاد یگان کمبودی که پیدا هم که کند، باید که وای خود را رنگ و روی خود را حالت خود را دیگر نکند. ان همون خاکساره، ان همون تواضع، ان همون خاکساره ان باید نشیند. حتی گفتن که پیش از رفتن درس نزد استاد باید دعا کند. دعا کرده گوید که اللهم استر عیب شیخ منی، پروردگارا در همین استادم اگر یگان عیب پیدا شده که باشد هم همون عیب به من نشون نده. چرا؟ سببش میگوین که چون که همون وقتی که انسان عیب استاد میشناسد، درک میکند و به هوای تفکر میکند، برکت علم از دست میدهد. حکمتش گفتن که من همین کمبوده اگر از همین استادم من ترک کنم، شاید اخلاصم سوس میشود، اعتقادم سوس میشود، برکت علم از دست میدهم. و چیزی دیگری که حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتن که من وقتی که نزد استادم درس میگرفتم، در نزد استادم حتی من آب نمی نوشیدم. استادم حاضر باشند و در نزد استادم نگاه استادم به من باشد، من تا همین قدر احترام میکردم استادم که در نزد استادم آب نمی نوشیدم. و دیگر چیزی که برای بیان کردن برای البته شاگردانشون گفتند که این رساله برای شاگردان امام ابو حنیفه هم، این برای همه پیروان مذهب امام ابو حنیفه است. گفتن که دانستن حق استاد نه تنها در حالت زندگی بودن است. وقتی که استادم که از دنیا که می رود، حق استاد دانستن، احترامش به جا آوردن، در حق استاد دعا کردن است و ذریات و گذشته باقی ماندگان اولاد و ذریات استاد احترام کردن است. برای همین ما وقتی که به آن دعاهایی که در نماز میخوانیم، در جمیع مذاهب اسلامی خواندن دعای اللهم اغفر لی و لوالدی و لاستاذی، حتی در دعای نماز هم حق استاد ذکر کردگی هستند که تا که شاگرد در حق استادش بعد نه تنها احترام کردن در این دنیا و
بعد از دنیا رفتن هم در حق استادش باید که دعای خیر کند و این چنین گذشتگان باقی ماندگان استادان گذشتهش چیکار کند؟ احترام کند. و این چنین در دوام هوای میگن هر لحظه به استادش در غایب و در حاضرش احترام داشته باشد. نام استادش میگن نه در غایب نه در حاضر نگیرند. استاد، معلم، شیخ، پیشوا گفته باید که احترام کند، نام استادش نگیرند. تا همین درجه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگردانش وصیت میکردن که و دیگر وصیتی که میکردن میگفتن که گاه از استاد سختی میگذرد. حالا سوالی که در اینجا شد، گاه از استاد سختی میگذرد در بعضی حالات، لیکن در عوض سخت گرفتن استاد باید که باید تاب بیارد. در برابر سخت گرفتن استاد ناراحت نشود، افزای خود را دیگر نکند، چون از برکات علم غافل می شود. و این چنین در وقتی که استاد در درس میگویند، در درس باشد می تواند در منظره عام به استادش سوال هات، اما وقتی که استاد از دست برآمدن صنف خانه معلم ها هست، خانه استاد است، ناپرسیده به اجازت نزد استادش ندارد. و این چنین آداب دیگر حضرت امام ابو حنیفه گفتن که وقتی که استاد یک مسئله را میگوید، مثلا در علم فیزیک، شیمی، متماتیک یا که از قرآن عظیم شان یا که حدیث یا که فقه، همون شاگرد همون علم میداند. گرچند که استادش گفته استادت این داند هم تا استادش همان مسئله را تمام نکند به آخر نرساند، از استادش پیشگذاری نکند، نگوید که استاد من این شعر میدانم، من این یاد کرده بودم. حتی میگویند شاید که استادش میگوید در سخن استادش خطاگی است، اما پیشخیزی کرده من از فلان استاد دیگر، از فلان اکادمیک دکتر یا که عالم یک قاری دیگر شنیدگی هستم که این دیگر هست، گفته استادش را در حضور همه ها اصلاح نکند. و این چنین وقتی که استاد همراه میروند، همین قدر آداب استاد به جا بیارد که از استادش پیش نگذرد، با اجازت استادش بعد کنه. وقتی که استاد که اجازت کی داد، وقت از همین وصیت‌نامه حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ما درک کردیم که گاه استاد سختگیر میشد. وقتی که استاد که سختگیر شد، البته باید که همان طلبه چیکار کند؟ صبر کند. اما در سرشوی سخن ما گفتیم که انسان پیش از همه استخاره کند، از خداوند پرسد که به یک استادی که همه وقتی که استاد که گفتارش به کردارش که ان انشاءالله موافق باشد، آن استاد وقتی که در سخن طالب علم چطور احترام کردن، احترام طالب علم طلبه را که خدا پیغمبر در قرآن میگویند که وقتی که یک انسان برای علم طلب کرده یک جا می رود، ملائکه های آسمانه قنات هاشون میگذاشتند در روی زمین که این طالب علم پاچکاش در قنات های ما ماند. حتی میگون پیغمبر خدا همون ماهی هایی که در داخل بحرها هستند در حق همون طالب علم مغفرت میپرسید، اللهم اغفره، پروردگار گناه های همین بخش گفته. وقتی که استاد مرتبه طالب علم بودن که میداند، هیچگاه با زیان شاگردش سختگیری نمیکند. شاید که سختگیری میکنند برای همون در آینده آداب و اخلاق حمیده همون طالب یعنی اصلاح شود. البته متاسفانه طالب ها یخیل نیستند. بعضی طلبه ها وقتی که به مکتب میروند، شاید که در عائله شخص های ثروتمند یا که شاید که فرزند های یگانه هستند و پدر و مادرهاشون ویها را ارکه خیلی هم نوازش کردگی هستند، تا یک مدت معین مطابق به همون دانشکده یا که دانشگاه یا که همون صنف یا که همون حلقه استاد اگر مطابق نشود، استاد شاید که راه های سختگیری پیش میگیرد. این هم باشد برای خاطر منفعت همون طالب علم است. از همین لحاظ حق و حقوق استاد شناختن یکمش همین که خداوند در علم همون طالب علم یعنی برکات عطا میکرده است. دویمش همین که وقتی که طالب علم طلبه حق استادش که به جای که آورد، استادش از وی راضی می شود. حاضر شما در سرشوی سخن گفتید که گاه میگویند که مرتبه استاد از مرتبه پدر بلند است. وقتی که ما با همون دعاهایی که بین ویها پرده نیست که خداوند قبولش میکند، یک تاش دعای پدر و مادر باشد، دویمش دعای استاد در حق شاگردش است. مادامی که اینقدر فضیلت و عظمت داشتگی باشد طالب علم احترام کردن، همون استاد حتما خاک سختگیرش
خوشتبری که گفته که استخوانش از من و گوشتش از یک مقالی خلقی را بیان کرده، این هم به همان مانندگی دارد که یعنی پدر و مادر با یک امید، با یک نیت خالص نزد استاد میبرد. استاد میگوید گرچه که این فرزندم مسافر هست، زحمت میکشد، شاید که چطوری که طالب علم در خانه‌اش هست، وقتی سفر طلب علم کرد این طرف زندگی نداره، حتما در زندگی وی تغییر میشه. بله از خانه می اومد، مادرش برای وی طعام میسازد، لباسهاش آماده میکرد یا که دیگر، اما که وی برای خواندن رود حتما این کارها رو گرچه که مربی هم که باشد، دیگرم که باشد، لیکن اکثریت وزینه بستر خودش است. از همین لحاظ برای خاطر وی طالب علم اصلاح شدنش ان شاء الله سختگیری استاد هم برای همون طالب علم صبر کند، اگر موافق همین وصیت امام ابو حنیفه ثواب میگیرد. تشکر استاد. تشکر. و اینجا سخن در یک بسیار نکته مهم گفتید، چون برنامه چراغ هدایت است و یکی از همتای هدفهای این برنامه پیش از همه در برابر شناخت ارزش‌های مقدسی اسلامی مسلمانی همچنین گوییم جنبه تربیوی بیشتر دارد. من امروز ما در فعالیت هر روزه مشاهده میکنیم چون فرزندان ما به مکتب میروند، همیشگی مناسبت و معاشرتی بین همدیگری آنها رو میبینیم. مثلا از گفتگو، از نقل ها احساس میکنیم که مثلا گاهو همین شناخت حق استاد از جانب شاگرد چندان گوییم خوب نیست. من دیروز یک برنامه بود، در داخل برنامه یک نفر میگوید که چگونه هست، یک نفر دانشجو نقل میگوید که چگونه هست، در حالی که من باری دیدم در یک مکتب یک طالب نزد استاد خودش سیگار میکشید. اینجا یا مثلا بلند گوییم با دو پوپیسته گوییم سخن میکرد. یعنی اینجا من پرسیدنی هستم استاد از شما که پس در شناخت حق استاد نقش والدان خیلی مهم است. حقیقتا این چیز همه روزه مشاهده میکنیم، پوشیده نیست. ما میریم مادامی که امام ابو حنیفه، ما با شما دعوای پیروی مذهبی امام ابو حنیفه میکنیم که در پیش استاد خود آب نمی نوشیدن، تا چقدر احترام. حال آنکه چیزهایی که به زیان جامعه، به زیان منفعت، به زیان سلامتی انسان هست و استاد استادگی باشد و شاگرد در نزد وی این کارها را اگر بجا بیارد، حتما اون شاگرد حق و حقوق استاد بجا هم آوردگی نمی شود و از برکات علم استاد بی نصیب می ماند. وقتی که در کوچه ها می رویم، ما از نزد مکتب ها گذر می کنیم، شاید که می بینیم که ما به گذشتگان ملت، به بزرگان ملت، به خصوصا به گذشتگان شعرای پیشوای خود نگاه کنیم، همه اخلاق و از سیرت و ترجمه خالی به ما نگاه میکنیم که به یک اخلاق و آداب حمیده را رعایت کرده. امروز به مانند کمال خوجنده، سعدی، شیرازی، حافظ نام برده هستند. اینا همش نزد استاد تعلیم گرفتن، انا همون حق و حقوق استاد به جا آوردن، رعایت کردن. امروز در همه ساحه علماهای مشهور شدن. از همین لحاظ وقتی که ما با حق و حقوق پدر و مادر که فرزندها در گردنهاشون هست، یعنی حق و حقوق فرزند در گردن پدر و مادر میگیریم، همین حق و حقوق میگویند که یک بار پدر و مادر به جا آورد از گردن ساقط میشه. اما تعلیم آداب و اخلاق حمیده فرزند تا پدر و مادر زنده هستند و اینها قرضدار هستند که فرزندشان برای راست، برای آداب و اخلاق باید هدایت کنند. متاسفانه امروز بعضی پدر و مادر ما مشاهده میکنیم که میگویند که من فرزندم وقتی که از مکتب آمد یک بار دو بار دشنام داد یا که در تلفن دشنام داد این کرد، گفتمش از گردنم ساقط شد. نه، هرگز ساقط نمیشود. اگر این ساقط میشد به مانند در گوش فرزند از آن گفتن و ختنه کردن و یک بار خواندار کردن این ساقط میشد، این هم علماهای اسلام میگفتن این هم ساقط، لیکن این از گردن پدر و مادر ساقط نمیشود. ما به جمعی گذشتگان حتی با قدوه خود پیغمبر خدا نگاه میکنیم که حضرت فاطمه که فرزندشون که نزدشون می اومدن، فرزندشون از میخواستن از جای از پیش که فرزندشون پیغمبر خدا از پیش دخترشون میخواستن در یانشون میشوندن. این یک چطوری گفته این پیغمبر خدا یک همه کردارشون یک استاد بزرگ، یک معلمی بشریت هستند. از جهت کردار و رفتار.
تا که دیگرها هم فرزندهای خدا، چون در زمان جاهلیت که دخترها را اینقدر احترام که نمیکردن، پیغمبر خدا از پیش دخترشون میخواستن که در اسلام احترام دختر نه از کم از احترام پسر است. و این چون این از دخترشون حضرت فاطمه میپرسیدن که فاطمه تو آداب، اخلاق، رفتارت با حضرت علی، با کردارت با زنهای همسایه، از همین چیزها پیغمبر خدا دخترشون میپرسیدن. یک حتی میگن که روایت میکنن که حضرت عایشه صدیقه وقتی که فاطمه نزد پیغمبر میآمد، پیغمبر خدا 1 ساعت از حضرت عایشه، از حضرت فاطمه، از دخترشون همین چیزها رو میپرسیدن که مادامی که پیغمبر خدا با همین قدر بزرگی، با همین قدر عظمت که شوهر حضرت فاطمه عالم ترین صحابه بودن، در تربیت پیغمبر کلان شریک بودن و هم پیغمبر خدا وای قناعت نکرده، خودشون از فرزندشون میپرسیدن، دقیق میپرسیدن که چه کرده ساده. امروز هم متاسفانه پدر و مادرها به این چیز اهمیت نمیدن. میگویند که 1 بار 2 بار 3 بار گفتیم ما فرزند، حقیقتا ما صرف 2 3 4 از ما میرویم در کوچه ها میبینیم که یک سخنهای ناشایسته، یک دشنامهای خیلی هم قبیح که و دشنام باور کنید حاضر اگر ما به همین کلان سالهای خود از سن 60 و 70 بالا نگاه کنیم اگر و دشنام یگان بار از زبان وی ها ما شنیده نیستیم. لیکن متاسفانه چی باشد این سبب پنشوی، یعنی گناه، فسق، فجور به واسطه مثلا واسطه های اینترنت و وسیله های و شاید که به سبب دیگر چیزها هم که باشد، این چیزها جوانهای ما را بسیار هم از اخلاق گذشتگان، از اخلاق حمید دور کرده است. حقیقتا سخنهایی که میشنوید باور کنید بعضی کس انسان در حیرت میماند که یک شاید که مضمون همون سخنش نمیفهمد. دخترها با دخترها سخنهای بسیار قبیح، شرم و عفت و حیای یعنی دخترانه را نمیشناسند. برای خاطر همینم چیزی که ذکر کردید، پدر و مادر در پیشگاه الله مسئول ترین هست از همین حق اساسه، حقی که تا یک عمر زنده هسته فرزندانشان اولا برای وقتی که فرزند که خداشناس که کردن، وقتی که خداوند که شناخت و انشالله به این چیزها رعایت کردنش آسان می شود. لیکن متاسفانه در خردسال پدر و مادر از این چیز که دور باشند و فرزندها رو میبینه که اخلاق حمیده رفته میگن خمچه را همون شاخ درخت اگر در خردسالش خم کنید اگر خم میشود، اما وقتی کلون کشید و اگر خواهید که خم کنید و میشکند. از برای خاطر همینم پیش از مکتب رفتن، حتی تعلیمات مبین اسلام پیش از مکتب رفتن میگویند تعلیمات فرزند، مسئولیت فرزند، حق و حقوق فرزند، آداب حمید دادن فرزند، این مسئولیت پدر و مادر است که خداوند در قرآن میگوید که ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. از برای خاطر خداوند این چیزها رو همش میداند، برای خاطر با یک لفظ بسیار هم سخت شدید میگوید که لتسألن، حتما میگوید ای پدر و مادر حتما شمایان از همه نعمت ها بهترین نعمت که این فرزند است، از آداب و اخلاق و رفتار و کردار حمیده که فرزندها را دادید یا که از این غافل ماندید، در پیشگاه الله شما حساب کتاب کرده میشوید. تشکر زیاد استاد وابسته به شرح بسیار مکمل این موضوع و راستی با یک برنامه نمیتوانیم تمام حق استاد، شناخت حق استاد برای شاگرد بیان کرده باشیم و در انجام هم میخواستم صحبت امروزی ما را یک اندازه خلاصه نتیجه گیری میکردیم در مورد آنه که کدام سخنهای نگفته بودند که میخواستید این لحظه برای بیننده ها ایراد کرده باشید. حقیقتا این برنامه ما در یک سرشوی گرچه که یک ماه هم که گذشته باشد، سرشوی یعنی فصل خواهان نشست و این بود در پیش روز استادها، روز معلم ها شاید که از همین لحاظ البته من در این فرصت استفاده برده احترامانه خواهش میکنم که آداب گذشتگان خود که به همون وسیله آداب گذشتگان ما مشهور عالم شدند، خواهی در کدام علمی که باشد، بیرونی ابن سینا، حافظ، سعدی، امام بخاری، امام ابو حنیفه، همه علماهای ما در عالم در دنیا مشهور هستند. اینها خود از خود مشهور شدگی نیستند، اینها با واسطه
آداب و اخلاقی که از پدر و مادر گرفتگی هستند. ان شاء الله در مابین شاگردهای ما هم چطوری که راهبر دولت در برآمدهای خود که میگویند که این آینده از مابین جوانهای ما، جوانهایی که میبرند که شاید که از حافظ و سعدی کم نباشند، این البته سرچشمش از همه آداب و اخلاق حمیدی که پدر و مادر برای فرزندها میدن. پیش از خواهند که پدر و مادر سخناشون تأثیر کنه فرزندهاشون که تا احترام استاد به جا بیارن، فرزندهاشون پیش از همه پدر و مادر خودشون مؤدب باشن. وقتی که انسان خودش مؤدب باشد، صاحب حلم باشد، ان شاء الله فرزندهای وی از همون مدرسه پدر و مادر که مدرسه زنده هستند از هواها یعنی عبرت نه. بالعکس خدا نگاه دارد. اگر پدر و مادر در خانه مراعات زندگی را به جا نبیارند، در نزد فرزندها سخنهای هرخیله یا که سیگار کشی کنند یا که دیگر شراب نوشی کنند یا که اخلاقهای حمیده را کنند، اگر البته فرزندها ان همون تاثیر خانواده منفی خانواده و فرزندها تاثیر میکنند و فرزندها در آینده نه آداب پدر و مادر به جا میبیارند، نه آداب استاد به جا میبیارند، نه اخلاق حمیده که انسانها باید به همسایه داشته باشند، به همسنف داشته باشند و همکار داشته باشند، از این چیزها یعنی محروم میشن. از برای خاطر همینم البته این مسئولیت باید پدر و مادر درک کنند. تشکر زیاد استاد برای اشتراک و شرح این موضوع. در انجام به همه شما دیگر چیزی علاوه نمی کنم، تنها به همه استادان سپاس میگویم از آن که واقعا نه بس از آن که آنها در زندگی خودشان البته کم و بیش مشکلات خود را دارند، اما در سر اندیشه تربیه فرزندان مردم را دارند. این بزرگترین رسالت است که نزد استاد است و واقعا هم این موضوع افتخار است، چون استادان این نفرانی هستند که بعد 10 سالها حاصل مهنت خود را میبینند و واقعا هم این موضوع افتخار آنهاست که شاگردان آنها همیشگی با ذوق با سپاس از استادان خودشان یاد میکنند. این برنامه چراغ هدایت بود. خیر، خانه‌تان آباد باشد.